همین بلایی که سر خودروها تو این کشور آوردن، الان ماشینایی که اصلا آدم میمونه واقعا چجوری با این مردم برخورد بکنه. ماشینایی که مثلا فرض کنید قیمتش مثلا $20,000 ما تو این مملکت به مردمی که حقوق به اصطلاح $100 $200 $300 میدیم میفروشیم $100,000. خوابش هم نمیبینن این ماشینا رو. در صورتی که همون مرز رو وا کنه این ماشین بیاد خیلی راحت میتونه با اینو، الان ماشینی که اگر همون لند کروز میگن چی میگن بیاد با پول خودش 2 میلیارد رو تو این مملکت میفروشن 20 میلیارد. مردم چه گناهی کردن ما داریم این کارو بکنیم؟ شما به صداقت شما اطمینان دارید؟ اگر هر کاری کردید نشد به همان اجماع سازی که گفتید تمام تلاشی کردید، سنگ‌اندازی اجازه نداد که فرضاً یک تعهدی که مردم دادید رو انجام بدید، در اون شرایط چه میکنید آقای دکتر؟ خب طبیعی اگر هر کاری کردیم ما نتونستیم با اون گفته هامون و قول هامون عمل بکنیم، طبیعتاً از ادامه کارهای سیاسی خداحافظی خواهیم کرد و ادامه نخواهیم داد.